به نام برنامه‌ریز مقتدر جهان هستی، سلام و ارادت و احترام به همه شما دوستان نازنین، همراهان عزیز و درجه یک کاربلدان. امیدوارم که حال دلتون هر جایی که هستین عالی و بی‌نظیر باشه. من تا بازیارم و خیلی خوش اومدیم به قسمت دوم از دوره رایگان عملگرایی. در دوره رایگان عملگرایی میزبان شما هستیم. نمیدونم از کجا دارید ما رو نگاه میکنید، از آپارات، از یوتیوب، از هر جایی دارید ما رو نگاه میکنید، لطفاً همراه کاربلدانه باشید. در اینستاگرام، در تلگرام با همین نشانی کاربلدانه، در یوتیوب و آپارات هم به همین صورت سابسکرایبمون کنید. اگر نظری، پیشنهادی، انتقادی یا هر موضوع دیگه، سوالی حتی دارید، میتونید از راههای ارتباطی ما بپرسید، مخصوصا تو کامنت یوتیوب و آپارات برامون کامنت بذارید. ما سوالاتون رو جواب میدیم. به بچه‌ها هم میگم که حالا عرض گذاشتن، مطمئنا دوستانمون این بچهای پشتیبانی در یوتیوب و آپارات حتما در دیسکریپشن قرار دادن لینک های فضاهای مجازی کاربلدانه رو. خب خیلی سریع بریم سراغ قسمت دوم دوره رایگان عملگرایی. در قسمت اول ما در مورد دوره رایگان عملگرایی مناسب چه کسانی هستش صحبت کردیم. یه مقدمه ای رو از این که حالا دوره به درد چه کسانی میخوره، دوره به درد چه کسانی نمیخوره داشتیم و آخر سر هم که گفتیم که واقعیتا دوره رایگان هست، درست، اما مطمئنا ارزش واقعی این دوره خیلی بیشتر از این حرف هاست و حتما بهش دقت داشته باشین و ارزش واقعیش رو ایشالله مد نظر قرار بدید. اما امروز دیگه میخوام وارد بحث دوره بشیم و واقعیتا بریم دیگه با عملگرایی آشنا بشیم و انشالله به امید خدا مباحثمون اینجا به بعد دیگه خیلی مهم میشه. دیگه دو تا گوش که دارید، دو تا گوش هم به قولی قرض بگیرید و خیلی دقیق گوش کنید و انشالله بهتون کمک میکنه دوره رایگان عملگرایی. یه تبریکی من اول به شما بگم. تبریک میگم که خسته شدی. شاید براتون عجیب به نظر بیاد که چرا من تبریک میگم که خسته شدین. مگه خسته شدن هم تبریک داره؟ آره، بعضی از خسته شدن هم واقعا تبریک داره. ببینین یه کسی که مثلا بذارین مثال بزنم اینجا براتون. اینجا اگر که من مثال بخوام براتون بزنم، مثالی که بخوام بزنم اصلا به هیچ عنوان رنگش خوب نیست. من رنگ رو عوض کنم. میخوام مثال، اگر که مثال برامون بیاره، یه دونه مداد میخوایم عوض کنیم، 3 تا نیرو باید بیاد و ما رو درست کنه. خب اینو میخواستم بهتون بگم. اگه مثال میخوام واقعیتا براتون بزنم، یه سری خسته شدن ها خوبه. مثل یه کسی که در بحث اعتیاده، این مثلا معتاده، حالا به هر چیزی، به گوشی معتاده، نمیدونم به مواد مخدر معتاده، خب به هر چیزی معتاد هستش. یه جایی خب این آدم اگر بخواد تغییر کنه، از یه جایی بعد دیگه خسته میشه، میگه بس دیگه. خب این بس دیگه یه تیکه کلام مشترک بین همه اونایی که از یک کار تکراری بدون سود خسته میشن، اینو میگن. خب این خسته شدن خوبه. اینکه شما خسته شدید از اینکه آقا اهمال کارید، نمیدونم اهمال کاری میکنید، ارزم به خدمت شما که پشت گوش میندازید کاراتونو، نمیدونم روزا داره میگذره، شما همینجوری تایمتون داره پرتی میره، تایم پرتی داره زیاد به قولی از شما میره و از این حالت خسته شدید، من بهتون تبریک میگم. اتفاقا با خوشحال باشید که شما خسته شدید. من بهتون میگم واقعا هولوش 90% آدم ها همونجوری زندگی خودشون رو ادامه میدن، یعنی اصلا قصدی برای تغییر ندارن. ولی که شما واقعا قصدتون برای تغییر خیلی تبریک داره. اصلا نمیام کار شعاری کنم و بگم وای باری کلا تو میتونی فلان، تو باید رشد کنی و فلان، اینا اصلا قصدم این هم چیزی نیست. واقعا بهتون دارم میگم خیلی ها هستن که اصلا قصد تغییر ندارن، ولی شما همین که تغییر رو خواستی، این فعل خواستن رو به قولی صرف کردی، خیلی نکته مثبت و مهمیه. شما قدم اول رو برای عملگراییتون برداشتین رفقا. یعنی شما شاید فکر کنید واقعیتا از مثلا بر فرض مثال این قسمت عملگرا میشید، در صورتی که من بهتون میگم که از جلسه اول این دوره شما عملگرا شدید. این عملگرایی رو دارید از همین اولین قسمت، حتی قسمت قبلی، قسمت مقدمه بوده، شما اولین قسمتتون همون قسمت بود دیگه. از اون قسمت شما عملگرایی رو دارید تمرین میکنید و از
همینجا شما دیگه قدم اول عملگرایی رو برداشتید. چندین نفر تو این دوره شرکت نکردن، دیدن پوسترش رو دیدن، تبلیغاتش رو دیدن، ولی شرکت نکردن، عملگرایی نکردن، گفتن حالا ولش کن، حالا بعدن، حالا بذار، حالا هفته بعد، حالا روز بعد، حالا شنبه های بعد، فرصت زیاده. ولی نشده و این اتفاق نیفتاده و عملگراییشون رو به تعویق انداختن. دمتون گرم که شما جزء کسایی بودید که به تعویق ننداختید و قدم اول رو برداشتید برای اینکه عملگراییتون رو آغاز بکنید. اما بریم سراغ عملگرایی. قبل از اینکه من میخوام تعریف عملگرایی رو براتون داشته باشم، میخوام برم سراغ اهمیت‌های عملگرایی. اینکه عملگرایی چه اهمیت‌هایی داره و چقدر میتونه مهم و کاربردی باشه برامون. ما یه استادی داشتیم که قبل از اینکه بخواد به ما توضیح بده، آقا مثلا فرض عملگرایی رو میخواد توضیح بده، میومد اهمیتاشو میگفت. و ما برامون سوال شد، ازش پرسیدیم که آقا چرا این کارو میکنی؟ چرا توضیح نمیدی اول مثلا به فرض مثال این عملگرایی چیه؟ من بفهمم که چیه، بعدش حالا اهمیتاشو بگو. دلیل خیلی خوشگلی برام آورد که من دیگه یاد گرفتم و توی دوره‌های خودم، توی تدریس‌های خودم اهمیت‌ها رو اول میگم. اهمیت‌ها، فواید رو اول میگم و بعدش اون موضوع رو تعریف میکنم و میگم که چی هست اصلا. دلیل استاد من این بود که آقا ذهن ما دنبال راحتیه. بذارید من دوباره قلمو بیارم، اینجا باید بنویسم حتما. ذهن ما، خب ذهن ماها، اینجا بنویسم بهتره، ذهن دنبال راحتی رفقا. خب این هر جایی که راحتی باشه ذهن ما احساس خوشایندی بیشتری داره. مثلا فکر کن شما بیشتر میخوابی یا مثلا ذهن سراغ کارهای ریسکی نمیره. چرا؟ چون ذهن یه منطقه امنی دور خودش داره، خب نمیخواد شما رو از اون منطقه امن خارج بکنه. بخاطر همین ذهن ما دنبال راحتیه. حالا ما با گنجوندن اهمیت توی ذهنمون که آقا مثلا عملگرایی برای ماها چه اهمیت‌هایی رو در بر داره، باعث میشیم که آقا این راحتی ذهنمون بیشتر بشه. یعنی ذهن ما بفهمه آها این به نفع منه، من باید اینو یاد بگیرم. خب و مقاومت این ذهن رو میکشونیمش پایین، خیلی کمش میکنیم و باعث میشه یه یادگیری ما سطحش بره بالاتر. گرفتین چی شد؟ پس بخاطر همینه من اهمیت ها رو قبل از اینکه بهتون میگم مثلا بر فرض مثال این به چه دردی میخوره، قبلش اهمیت ها رو بهتون میگم و بعدش میریم سراغ تعریف عملگرایی. خب بریم سراغ داستان خودمون. عملگرایی فواید بسیاری داره که از اون جمله میتونیم به موارد زیر اشاره بکنیم. من موارد رو لیست کردم، حالا یه سری توضیح های خلاصه وارم بهتون میگم. انشالله اگه عمری بود ما خواستیم یه دوره جامع‌تر و کاملتری رو در بعد عملگرایی، چه من چه اساتید دیگه ای، ما توی کاربردانه به این صورت هست که از یه دوره شاید 20 تا استاد بخوان تدریس و همین دوره عملگرایی رو، شاید بعد من تا بازیار توی کاربردانه شاید 10 تا استاد دیگه هم بخوان تدریسش بکنن، حالا چه به صورت رایگان چه به صورت غیر رایگان. و ما دوره‌های متعددی رو از یک موضوع در کاربردانه خواهیم داشت. اینو خواستم بهتون بگم. حالا یا اگه دوره جامع‌تر و کاملتری رو خواستیم داشته باشیم، اینها رو توضیح خیلی مفصل‌تری داریم در موردش. مثلا افزایش انگیزه خودش یه دوره است و خودش کامل یه دوره محسوب میشه و بعد در موردش مفصل توضیح بدیم. ولی خب الان دیگه چون وقتش هم نداریم و در جای درستش هم باید بیاد، به خاطر همین دیگه توی قسمت‌های دوره رایگان عملگرایی ما خیلی خلاصه وار توضیحش میدیم. بود اول و فایده اول افزایش انگیزه است. همونطور که گفتم افزایش انگیزه و اراده برای دستیابی به اهداف چی؟ اهداف افزایش. ببین شما هر چقدر که عملگراییت بره بالاتر، انگیزتون هم میره بالاتر، افزایش پیدا میکنه. چرا؟ نکته اینجاست که شما زمانی که دارید آقا به هدفتون نزدیک میشید، نکن به هدف داری نزدیک میشید، خب شما فکر کن مثلا هدفت خرید یه ماشینه، اوکیه؟ برای اینکه ماشین رو بخری باید یه کاری رو شروع کنی، درسته؟ باید سر کار بری یه کاری رو شروع کنی دیگه، اوکی؟ پس نیاز به عملگرایی داره. میبینید چقدر زنجیروار به هم دیگه وصلن؟ نیاز به عملگرایی داره. به همین راحتی شما زمانی که به اهداف داری نزدیک میشی، عملگرایی که انجام میدی به اهداف نزدیک میشی، انگیزت بالاتر میره. انگیزه چیه؟ من باز دوباره اینجا بخوام قلم بیارم براتون توضیح بدم، انگیزه یک نکته کلیدی فقط در مورد انگیزه بهتون بگم چون خیلی مهمه. اینجا من بیام، انگیزه رفقا سوخت ماست.
انگیزه سوخت ماست. تموم شده رفت. اینو حتما یادتون باشه، انگیزه خیلی مهمه. پس عملگرایی باعث افزایش انگیزه میشه. مورد دوم، کاراییتون رو بهبود میبخشه، بهره‌وریتون رو بالا میبره. شما زمانی که عملگرایی نداشته باشید، خب کارایی هم ندارید، یعنی اینا کاملا رابطه مستقیمی با هم دیگه دارن. عملگرایی با بهره‌وری و حالا کارایی بگم، کارایی و بهره‌وریتون رابطه مستقیم دارن. یعنی اگه برم بالا با هم دیگه میرم بالا، اگه برم بیام پایین با هم دیگه میام. کاراییتون زمانی میاد پایین که عملگرایی نداشته باشید، کاراییتون زمانی میره بالا که عملگراییتون رو زیاد بکنید. خب این نتیجه درست‌تر و بهتر و شفافتری رو میگیرید زمانی که عملگراییتون رو افزایش بدید. پس حتما به این نکته دقت بکنید. همین دوتا دلیلی که من گفتم، یکی افزایش انگیزه، یکی بهبود کارایی و بهره‌وری، همین دوتا خودش میتونه زندگیمون رو زیرو رو کنه. بعد سوم و مورد سوم، کاهش استرس و اضطراب به دلیل تمرکز بر روی اقدامات موثر. ببینین مثلا مثال بزنم، شب امتحان، خب شب امتحان ما هممون شروع میکنیم به درس خوندن. خب چرا؟ چون استرس اینو داریم که آقا اگر الان عملگرایی نکنیم، اگه الان دیگه نرم سراغ درسام، میافتم درس رو میافتم، پاس نمیشم. پس زمانی که شما عملگرایی رو سر لوحه کار قرار میدی، کاراتو رو روتین انجام میدی، برنامه‌ریزی داری، منظم کارا رو انجام میدی، باعث میشه که شما دیگه استرسی نداشته باشی. شما چه زمانی استرس داریم، ما چه زمانی استرس داریم، چه زمانی ترس داریم، چه زمانی استراب داریم؟ زمانی که کارامون روی روتین نمیره جلو، زمانی که بر فرض مثال من کارهای عقب افتاده دارم، پرونده های باز دارم تو ذهنم. این خیلی کلمه مهمیه، پرونده باز. پرونده های باز زیادی وقتی تو ذهنم دارم که حالا جلوتر در موردش صحبت میکنم، در مورد پرونده های باز، استرس و استرامم زیاد میشه، ترسم زیاد میشه که من خب کارهای انجام نشده خیلی زیادی دارم. اونایی که مثلا میدونید چی بگم، طرف مثلا میگه آقا 3 روز دیگه زنده ای، خب بعد طرف اگه حق و ناس خیلی زیادی رو داشته باشه میگه وای من این همه مثلا حلالیت با بطلبم فلان با بکنم. این از این نکته. پس استرس و استرابتون هم خیلی کاهش پیدا میکنه. نکته بعدی در اهمیت‌های عملگرایی، ایجاد احساس موفقیت و رضایت در زندگیه. آقا یه نفر که کارش رو روتینه، رو برنامه است، هر روز داره به کارش جامعه عملگرایی میپوشونه، مثلا میخواد بره باشگاه، به قولی تصمیم گرفته بره باشگاه، عملیاتیش میکنه، تیک میخوره. نمیدونم میخواد شغل جدید پیدا بکنه، تو بعد شغلی تیک میخوره. نمیدونم میخواد بره ماشین بخره، خب مثلا بر فرض مثال باید عملگرایی بکنه دیگه، اینجا هم تیک میخوره. نمیدونم میخواد سحرخیزی بکنه، حالا ماشین خریدن خیلی، بذار من پاک کنم، ماشین خریدن خیلی توی بود عملگرایی شاید کاربردی نداشته باشه. بذار ماشین خریدن رو پاک کنم. کارهایی که ما انجام بدیم بیشتر به عملگرایی نیاز داره و اون مثالا رو من بزنم خیلی بهتره. آره، ما سحرخیزی میخواد بکنه، همونجوری که گفتم نیاز به عملگرایی داره و باید عملگرایی بکنه. سحرخیزی، خیلی موارد دیگه، شما هر فکری، هر موردی رو که بگید، باشگاه، شغل، سرخیزی، نمیدونم میخواد یه عادتی رو در خودش بسازه، بر فرض چی بگم، آها کسب و کارش رو میخواد بزنه، میخواد یه پیجی بزنه، یه کاری رو میخواد شروع کنه، نیاز به عملگرایی داره. خب پس شما زمانی که اینا رو واقعا تیک بزنید، شغلتون رو تیک بزنید، باشگاهتون رو تیک بزنید، سرخیز باشید، نمیدونم هر کاری رو که بخواید به وسیله عملگرایی بتونید انجام بدید و عملیاتیش بکنید، دیگه چه مشکلی در زندگیتون دارید؟ خب مطمئنا رضایت در زندگی میره بالا، مطمئنا احساس موفقیت در زندگیتون میره بالا. پس عملگرایی انقدر مهمه که نگو، انقدر مهمه که نگو، خیلی مهمه. هنوز مونده، هنوز تموم نشده. اگه فکر کنید تموم شده سخت در اشتباهی، هنوز اصلا تموم نشده و 4 تا مورد دیگه هم مونده و سریع توضیح بدم براتون. همونجوری گفتم حالا افزایش بهره‌وری و کاراییتون میبره بالاتر. توضیحش هم به این صورتی که عملگرایان با تمرکز بر اقدامات ضروری، نقطه‌های کلیدی رو اینجا براتون هایلایت خط بکشم زیرش جزوه‌ای، بر اقدامات ضروری به طور موثرتری از زمان خودشون استفاده میکنن، به طور موثرتری. ببینیم ماها هممون داریم از زمانمون استفاده میکنیم، ولی فرق یک آدمی که بهره‌وری و کاراییش بالاتره با یه آدمی که بهره‌وری و کاراییش پایین‌تره به اینه که
زمانش رو مؤثرتر و غیر مؤثرتر استفاده میکنه. فرق این دوتا اینه. افزایش اعتماد به نفس میاره. دوستان اعتماد به نفس چیه؟ ارزشی که روی خودمان میگذاریم رو میگن عزت نفس. البته این عزت نفس، ارزشی که رو خودمون میذاریم، این عزت نفسه. اعتماد به نفس، من چه گفتم اعتماد به نفس یا عزت نفس نمیدونم، چقدر سریع یادم رفت. نمیدونم حالا گفتم اعتماد به نفس یا عزت نفس، ولی هر دو تاش توضیح میدم دیگه. حالا که بحثش پیش اومد هر دو تاش توضیح میدم. عزت نفس ارزشیه که ما رو خودمون میذاریم. عملگرایی باعث افزایش عزت نفس هم میشه، من اینجا ننوشتم ولی باعث افزایش عزت نفس هم میشه. ارزشی که رو خودمون میذاریم، اصلا بدون هیچی روی خودمون میذاریم. اصلا فکر کنم استاد ما میگفت لخت خودت، اصلا هیچی، نه ماشین داری، نه خونه داری، نه کار داری، ارزشی که رو خودت میذاری چقدره، این میشه عزت نفس. خب این میشه، عرضم به خدمت شما، عزت نفس. اعتماد به نفس رو اینجا بنویسم، کجا بنویسم؟ اعتماد به نفس همین جلو خودش مینویسم. اعتماد به نفس، اعتماد به نفس به قولی اینه که آقا ما چقدر برای انجام کاری روی خودمون حساب وا میکنیم. این خیلی خودمونی بود توضیح کتابی نخواستم بهتون بدم. یعنی آقا شما میخواید برید مثلا یکی میگه آقا مثلا طرف میگه اعتماد به نفس سخنرانیش خیلی بالاست، یعنی سخنرانی رو خیلی خوب میتونه، اون کارو خیلی خوب میتونه انجام بده. خب اعتماد به نفس و عزت نفس فرقشون اینجاست. چون من بعضیا میبینم میگن اعتماد به نفس و عزت نفس با هم دیگه یکیه معناش. نه، یکی نیست. اعتماد به نفس فرق میکنه با عزت نفس. بعضی اصلا عزت نفسشون بالاست ولی خب اعتماد به نفسشون انقدر خوب نیست. تو بعضی از چون اعتماد به نفس کار به کار و مورد به مورد قابل تغییره. خب یکی از اعتماد به نفسش توی خوانندگی خیلی خوبه، یکی از اعتماد به نفسش توی مثلا به فرض مثال کارهای یدی خیلی خوبه، ولی عزت نفس چیز کلیه، یعنی موردی نیست. یکی از عزت نفسش تو عزت نفس داشته باشه تو تمام موارد خوبه دیگه، عزت نفس اوکیه. پس اعتماد به نفس شما زمانی که عملگرایی دارید میره بالا. چرا؟ چون شما عملگرایی دارید دیگه، کارا رو انجام میدید، کاری نمیذاری رو زمین بمونه. با هر بار موفقیت در حل مسئله و رسیدن به هدف، اعتماد به نفس فرد افزایش پیدا میکنه، چون داره اون کار انجام میشه و رو خودش حساب وا کرده. گفته آقا من رو خودم حساب وا میکنم و عملیاتی میکنم این کارو. خب کاهش اضطراب و استرس گفتیم، اینو توضیح دادیم. عملگرایان به جای نگرانی درباره موانع احتمالی بر یافتن راه حل تمرکز میکنن. آقا ببینید فرقشون اینجاست. آقا فرقا داره در میاد. اونایی که بهونه میگیرید، اونایی که میخواید قور بزنید بگی شرایط زندگی اینجوریه اونجوریه، فرقتون با عملگراها اینجاست. عملگراها به جای نگرانی درباره موانع احتمالی، اینا آقا ترس از آینده، میگن آقا امروز به فکر امروز باش، گذشته که گذشت، آینده هم که هنوز نیومده، به فکر امروز باش. به جای نگرانی درباره موانع احتمالی بر یافتن راه حل تمرکز میکنن. آقا عملگرا نمیاد فکر کنه بگه آقا قور بزنم تقصیر تو بود، تقصیر پدرم بود، تقصیر مادرم بود، تقصیر خانومم بود. نه، میاد به جاش راه حل رو فکر میکنه. یکی از مواردی که حالا من چون دورهای مثلا بیزینس، کارآفرینی و اینا رو زیاد شرکت میکنم و حالا تو کاربردان هم درگیری همچین مواردی هستیم، یکی از موارد مهم یک کارآفرین، یک مدیر، یک رهبر اینه که شما آقا راه حل، تمرکز رو راه حل بذاری. فکر کن کارآفرین، مدیر یا رهبر، مثلا رهبر یک جامعه ای، خب بخواد بیاد به فرض مثال هی قور بزنه، هی بگه آقا شرایط اینجوریه، شرایط وخیمه، نمیدونم نگرانی بندازه تو جامعه یا هر چیز دیگه ای، این اصلا کلا اون جامعه رو به فنا میده. ولی زمانی که بیاد راه حل و تمرکزش رو راه حل باشه، اونجوری میشه که اون جامعه رشد میکنه. اگه مدیر این کارو بکنه، اون به قولی مجموعه رشد میکنه، کارآفرین به همین صورت. پس به جای اینکه قور بزنن موانع احتمالی آینده رو نگرانیاشون برای اونجا باشه، راه حل تمرکز میکنن. و آخرین مورد، افزایش رضایت از زندگی. عملگراها با تمرکز بر عمل و رسیدن به اهداف که خط تو خط کج و ماوج شد دستم، احساس رضایت بیشتری از زندگی خودشون دارن.
اگه میخواید احساس رضایت از زندگیتون بره بالاتر، باید سطح عملگراییتون رو ببرید بالاتر. چرا؟ چون عملگرایی رو وقتی میبرید بالا، پرونده های باز ذهنتون رو میبندید. ما ذهنمون یه گنجایشی داره. خب ببین ذهن رو اگه مثلا بر فرض مثال من این مثلا فرض کنید مثلا یه ظرفیه، خب یه ظرفی ذهن هی داریم مثلا توش فکر میریزیم، ببین روزانه داره کلی افکار میاد، کلی پرونده میاد برای ذهن ما و ذهن ما یه گنجایشی داره. خب زمانی که این دیگه پر میشه، زمانی که دیگه پر میشه، ذهن ما چیکار میکنه؟ ذهن ما خسته میشه و دیدیم بعضی مواقع میگه آقا من روحم خسته است، بخاطر اینکه ذهنمون خیلی شلوغه. خب و روح که خسته باشه جسمم متعاقبا خسته میکنه. ببین اینا انقدر زنجیروار خوشگل به هم دیگه وصلن که خدا میدونه چقدر خدا منظم این جهان رو به وجود آورده. مثلا اگر که ذهنتون شلوغه، رضایت از زندگیتون پایینه. اگر که عملگرایی ندارید، رضایت از زندگیتون پایینه. باید با عملگرایی ذهنتون رو خلوت کنید و ذهن که خلوت بشه و چیزای خوب بیاد سر جاش قرار بگیره، شما طبق روتینی، طبق نظمی، روحتون یک جلایی پیدا بکنه، رضایت از زندگیتون هم میره بالا. به همین راحتی ما میتونیم عملگرایی رو در خودمون افزایش بدیم. امیدوارم که از این قسمت هم استفاده لازم رو برده باشید، کلی استفاده کرده باشید و قسمت به قسمت همراه کاربلدانه باشید. می‌خواستم بگم رادیو کاربلدانه، ما چون پادکست های کاربلدانه هم به اسم رادیو کاربلدانه در کانال تلگرام منتشر میشه، دیگه قاطی میکنم بعضی مواقع. خلاصه همراه دوره رایگان عملگرایی باشید. در قسمت های بعد میخوایم بریم سراغ عملگرایی یعنی چی و جملاتی در مورد عملگرایی داشته باشیم، ویژگی آدمای عملگرا رو بهتون بگم و موارد از این دست. نظر، انتقاد، پیشنهاد، هر چیزی که دارید برامون کامنت بکنید. ما در کانال تلگرام، اینستاگرام هم هستیم، اونجا رو حتما دریابید. بیاید پیام بدیم به ما، نظر، سوال، پرسش، هر چیزی که دارید با دوستان در ارتباط بذارید. منم به شخص خودم هستم و جوابتون رو خواهم داد. مرسی، تا قسمت بعدی همتون رو به خدا میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.